بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. برادرها، وقتی قبرستان آدم می رود موافق سنت پیامبرمان وقتی داخل قبرستان که شدیم السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. انا میرا باید هر کدامتان درود و رحمت بر این شهری که یعنی قبرستان در نظر دارد و این دیاری که در اینجا برادرای ما مادرای ما خوابند، درود و رحمت بر همه شما باد. شما آگاه باشید، پیامبر گفته سی آگاه باشید، من امروز با شما پیوست می شوم و الحال که با شما پیوست نیستم، الحال که زنده ام، برای شما عافیت می خواهم، برای شما راحت خانه قبر می خواهم. موهانا خدا کلان کرد، تو کلان نکردی. فهمیدی؟ رزق ما خدا داد. آخر توری گفت حق برازگی الله این کارو میشد. نیکیم آخی برازگی الله چوب شماهون من ایخیر کردتون، خور زور کردتون. اینا نفهمیدن ویو، فهمیدن نه فهمیدن، میدونن اینا همین کار کردن. خانه کشیده گرفتن من نه اودا برای من انا همین گپاش. لیکن تا همین وقت خوراندم اودا برو بودم من انا کن نه اودا برو شدم من دیگه بچه‌اش کلان شد دیگه بخوراند اوقات تنام میتیاد و با چقدر علم نمیبود که در خانه میشینم و خداشون اوقات خورسون فاش فاش وای کارسودینو من داد یگان آب خنک نمیبیارم سودیم. انا همون امری که میکند و تو گردن تاب میتی، انا همون امری که پدر بالای تو میکند و تو قوقها تا جانب او حواله میکنی، انا همون امر پدر امر خداست. دادری عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کریم اندازی گویا نشنیدی؟ انا همون صدای همون همچنان است که الله تو را امر دارد. میکن تو طواف آسک پای پدرم با امر خدا برا